در جمله میدونم 2 نفر اومدن گفتن محمد شمیعه. گفتم ها. گفت اتش گفت خمیعه گیری تا خواب کردم لباس ما کشیدن همین جرا گفت چوک کردن یک تقاره آوردن در درونش آب همین دل ما گرفتن 6 تا این قهق سیاهی را گرفتن گفتن این سهم از سهمای شیطانه گرفتن ایدیرم پرت افتادن با دل ما در جاش موندن دختر رفتن. انس بن مالک میگه من با چشم سرم دیدم که انا همین جای دختگی رسول خدا آثارش هست. جراحی از همه بزرگ حضرت جبرائیل جراحتش برداد مثلا جراحیش کردن دلش گرفتن تازه کردن پاکیزه درش موندن دل گرفتن یگان دل دیگه ویرا نموندن که این کار کردن گیره زمان این کار کردن که اون زمان خیلی طب به درجه پیش رفتگی نبود. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلنده، استرخاندروز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. بعد 2 سال با میاری عهدنامه شرطنامه در قفس سینه‌ام گرفتم پیستونه که میگه چند ماه شیر ندیده بود قاق شده بود پیستونا میگه احساس میکنم که در دل شیر فواره میزنه الکی میگه گرمی شیر احساس کردم ریختن شیر ما از پیستونا احساس کردم بدنم تر شده. حارس بعد عهدنامه گفت برم شتر ما بیارم دویده اومد گفت این حلیمه گفت یک کار عجایب شد. گفت چی تعجب همینه گفت این شتر این مو که لاغر بود ای گرسنگی و تشنگی و بی علفه بی امیره شیر در وجودش نبود ای پیستونا شیر سر کرده. بعد گفتم که حارس چیزی هست ای حساب همین طفله چی برکتی وجود داره حساب همین طفله که خب خلاصه گرفتیم در بالای مرکب ما میگه چقان دوان رفتیم به قبیله ما رسیدیم. داخلی میگه جای گوسفندا بوزا ماشیدیم فردا شد به دشت بیابان برای چریدن روان میکنه او جمعه میگه شیرا هم خیلی ای پادا آمده است عدیر میگه شیرا رخت آمده است فرزندای همسایه رو مادراشون میگه خیلی سرزنش میکنن در شما در کجا میچرانین مولامون این بچهای حلیمه رو ببینید در یک جای میچرانن شیراشون اینقدر ای پیستون حتی زیادی کرده رخت آمده است همون جایی که بچهای حلیمه میچرانن همون جا برای نمیشود. و میگه با شوهرم گفتم که این همسایه ما کجا میدوند که برکت خانه حلیمه است و همین طفل یتیم قریشیه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه که انا و کافر الیتیم فی الجنه کهاتین حدیث امام مسلمه من با همراهی شخصی که با یتیم سرپرستی میکنه انا هم خیلی زندگی میکنیم در جنت قدم به قدم میزنیم در جنت. اگر جنت 100 درجه دارد طائرین و فردوسه به تمام درجات جنت برای شخصی که یتیم سرپرستی میکنه اجازت نامه رفتن زندگی کردن دارد. خیر البیوت عند الله فی الارض بیت فیه یتیم یحسن الیه. از همه بهترین با برکت ترین خوبترین و نیکترین خانه در روی زمین در نزد الله همون خانه است که در اون خانه یتیم است. از جانب صاحبان خانه اون یتیم احترام میبیند نیکویی میبیند. یتیم دوست میدارن صاحبای خانه. خیلی که با بچت میری خرید میکنی انا همه خیلی یتیم در خرید میکنی. کدام مکتبی که بچت میخونه دخترت میخونه یتیم هم در همون مکتب میخونه. اگر یتیم بیمار شد پسرت بیمار شد هر دوش چخیل توبت میکنی برابر باشد. چخیل فرزند تو دوست داری میکنی مهربانی میکنی یتیم هم خیلی مهربانی میکنی. در کدام خانه که گرمه فرزندت خامیره شبا میخیده که خانه نخرد کرپای بالاش یک طرف نشیده باشد دلت به یتیم انا همه خیلی اگر بسوزد بهتری خانه در نزد خدا همون خانه نزد خدا روزی که ما با همسایه پیغمبری بزرگوار میشیم. گفتن بدترین خانه در نزد خدا در روی زمین همون خانه است که در اون خانه یتیم هسته که از جانب صاحبان خانه یتیم آزار میبینه. صاحب خانه با همسر و فرزنداش آغوش کردگی راحت کردگی در گرمی خواه خرسند و
خوشحال نه که از ضرر این صاحبای خانه یتیم سر به بالین بمانه، به یاد پدر اشکی دیدش بیرزد و بالین تر می شود. اگر قدرت جوانمردی دارین یتیما را گیرین، نه که ندارین در دعای بد یتیم خطانه قرار ندید. اگر یتیم دعای بد کنه به نام الله قسم نه پولت فایدت میکنه، نه تقایات فایدت میکنه، نه بوزبلگیت فایدت میکنه، نه آبرود. زیرا قبول کننده دعای یتیم الله هست. فکر نکنیم که ما مال داریم، ثروت داریم، خیش تبارای مثلا با آبرو داریم همه مشکلات ما رو حل میکنه. نه برادر عزیز، همه مشکلات ما و شما را نه پول من حل میکنه، نه آبرو من حل میکنه، نه فقط الله حل میکنه. فرزند راحت کنه یتیم دست یا چوب بودی بگی ها دره بر زمستان تابستان فر نداره، مال حل بونی کو عذاب و شکنجه بکشد. هر روز فرزند تو لباسای نو پوشد و یتیم یا لباس پوشد که همه جاش سوراخ باشد، بیرو براید آب دراید خنه خورد و دیگه کسل شود. اگر به مثل فرزند یتیم دوست داشتی، احترام کردی، نگاهش کردی، برادر عزیز، انا همون ثوابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هم در دنیا برکت دارد خواند، هم در روز قیامت همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. دیدی یتیم چقدر فیض و برکت دارد. رسول الله قدیم یتیمی در خانه حلیمه همه را پر فیض و برکت داشت. 2 سال ایام شیرخورگی رسول خدا در قبیله بنی سعد گذشته در خانه حلیمه و حارث. 2 سال بود شد، کامل شد، احکام تمام شد. حضرت آوردن به صاحب درکاش سرپرستاش سپاریدن. عبدالمطلب گفت اکا ایام احکام ما تمام شد، بچه ما مانه که یادش کردم ختم بیسته که دیگه حلیمه وقتی برکت دید زاره های زار کرد. گفت نمیشود که 2 سالا که دیگه در همون خانه ما بیستد و مکه یه شهری هست که از تمام جا مردم میویان. اینجا وبا مثلا بیماری های گذرانده بسیار میترسم که بیمار نشوه. به هزار خیر روزش کردن و دوباره 2 دانش رفتن. در 4 سالگی پیامبر صلی الله علیه و سلم یه واقعهش دیگه، واقعه تاریخی. یکی از برادر رضایش دویده آمد که مادر جان برادر قریشی ما در زیر درخت خواب کردند، 2 نفر آمدن. دوید رفت، حلیمه دید که رسول خدا در درخت همه تکیه کردگی، رنگ روش سفید شدگی، ترسیدگی. به آغوش کرد، دوست دارش کرد. گفت بچه‌م چی کار کردی؟ گفت مادر جان نمیدونم 2 نفر آمدن گفتن محمد و شمیعه. گفتم ها. گفت همین اگه تا خواب کردم لباس مکشیدن همین جرا. گفت چوک کردن، یک تواره آوردن در درونش آب، همین دل ما گرفتن 6 تا یک خاک سیاهی را گرفتن، گفتن این سهم از سهمای شیطانه، گرفتن ایدیرم پرت افتادن. با دل ما در جاش موندن، دختر رفتن. انس ابن مالک میگه من با چشم سرم دیدم که انا همین جای دختگی رسول خدا آثارش هست. جراحی از همه بزرگ حضرت جبرائیل. جراحتش برداد، مثلا جراحیش کردن، دلش گرفتن، تازه کردن، پاکیزه درش موندن. دل گرفتن، یگان دل دیگه ویرا نموندن که این کار کردن گیره. زمان این کار کردن که اون زمان خیلی طب به درجه پیش رفتگی نبود. لیکن نگاه کنه که در کدام وقت رسول خدا را قلبش جراحی کردگی بودن. داخل همین تشت تقال داشتن و تازه کردن. یه حالت دیدن ترسیدن، گرفتن در لباسش پوشاندن آوردن در عبدالمطلب سپاریدنش در بابیش. ایامی تا 4 سالگیش در قبیله بنی سعد بود. این ایامی برادرای گرامی ایامی طفیلی، یعنی که وقتی سالی رسول خدا صلی الله علیه و سلم با پیغمبری خدا ایامی جوانی دارد. تو 40 سالگی را چی گپ شدگی؟ تو 40 سالگیش در بسیار با واقعه تاریخی شدگی. از 40 سالگی شروع میشه، باید با 13 سال دیگه ایامی که در مکه مکرمه دعوت به سوی خدا کردن، ایام پیغمبری رسالت و دعوتش چند مرحله گذشتگی. خواهش میکنم که به تاریخ ها مراجعت کنیم، خطام بخونین و رصد کنیم. خداوند همین ما و شما را واقعا محب رسول خدا صلی الله علیه و سلم گردونی، خیر و خوبی های بابای حاجی را خالصانه با درگاهش قبول کنید و از جمله های بنده های صالح و صالح قبول کنید.